هیچ شادی نیست در این جهان برتر از دیدار روح دوستان. هیچ تلخی نیست بر دل تلختر از فراق دوستان پرهنر. سلام و درودی به پایان نثار یکی شمایان عزتمند باد. برنامه نوبتی شام دیار بازم تقدیم شمایان عزیز گردیده ایستاده است. برای هر یک شمایان در این شام پرفیض، در این شام خاطرمان، در این شامی که بگذار برای هر یک ما و شمایان عزیز یک شام خاطرمان و دلنشین باشد. ما برنامه نوبتی شام دیار را تقدیم شمایان عزتمند گردانده ایستاده ایم و با شما هستم چون همیشگی در این برنامه من رستم جان رستم و اهل کارمندان شرکت تلویزیون و رادیوی دیار که زحمت کشیدیم تا بهر بالید خاطری هر یک شمایان عزتمند باز یک برنامه رنگارنگ را تقدیم نموده باشیم. و از دوستان عزتمند از نزد آینه نیلگونی خود دور نروید، باز یک برنامه خاطرمان و جالب را ما منظور شمایان عزتمند میگردانیم و علاقه در این یک شام پرفیض، در این یک شام دلنشین با این آهنگ بسیارم فارم من سخن کرده ایستادم. الهامی من دوچند است. میدانید دوستان عزتمندی من، این موسیقی ما موسیقی زنده است که از طرف یکی از سندکاری خوشاواز استراد تاجیک حافظ شناخته سرداربیک سالیف منظور شمایان عزیز گردیده ایستاده است. ولی دوستان عزتمندی ما، مهمان امروزه برنامه ما یکی از سراینده محبوبی که البته امروز در دل و دیده های هر یکی ما و شمایان عزیز جایگیر شده اند، سرداربیک سالیف حضور دارند. من میخواستم از نام خود، از نام اهل کارمندان تلویزیون دیار برای شما اکا جان عزتمندی من پیش از همه به این استودیو دیار خوش آمدید بگویم و گفتنی باشم که آواز ناتکرارتان خسته نباشد، چون امروز سرداربیک سالیف با نوازش های زنده خود، با آواز ناتکرار و مرحوله‌دار خود در بین مردم البته شهرتیار گردیدند. من آرزومند آن هستم که الی قله‌های بلند صنعت بازم نصیب شمای عزیز گردیده باشد. اکا جانی من شما را خوش آمدید میگویم و میخواستم در آغاز برنامه با تماشابینان عزتمندی ما سلام علیک کرده باشید، یک عرضی چی گویم خود را بهر تماشابینان عزیز ما رسانیده باشید و پس از آن باشد یک برنامه بسیارم با سبک و اسلوبی خاصی که امروز آماده گردانیدیم آن را منظور تماشابینان گردانیده باشیم. مرحمت اکا جانی من. سلام عرض میکنم به بینندگان تلویزیون دیار و به شمایان عزیز مینداری خود را بیان می نمایم که به این برنامه دعوت کردید. من خیلی خوشحال هستم، خیلی خرسند هستم که روبرو با بینندگان عزیز امروز ما صحبت میکنیم و سرودهایی که ایجاد کرده استادیم، از خود کرده استادیم به آنها تقدیم می نماییم و کوشش می نماییم که به شخصانی که در خانه نشستند و ما را تماشا میکنند پسندشان آید، حرکت میکنیم از دل آنها جا گرفته باشید. بله، سلامت باشید. تماشابینان عزتمند، برای شما نیز میگم اکا جان عزیز من خود را آزاد حس کنید. امروز برنامه تماما چون گفتن سبک و اسلوبی زنده دارد. البته ما موسیقی را زنده میخوانیم، موسیقی را زنده می نوازیم، یعنی سرود را زنده می خوانیم، موسیقی را زنده می نوازیم. یعنی امروز در نزد ما باز یک چند نفر نوازندگانی بسیارم کسبی حضور دارند. حالا آنها را نیز معرفی میکنیم، ما سورپرایز کردیم تا اینکه طبیعی هر یک شمایان عزیز را بازم خوش گردانده باشیم. بار دیگر دوستان عزتمند خوش آمدید میگویم به برنامه و برنامه شام دیار تقدیم شمایان عزتمند است. اکا جانی من بیاید نباشد این خیال میکنیم در آغاز برنامه من میخواستم با اهل صنعتکاران که در اینجا حاضر آمدن، انیخش نوازندگانی کسبی، آنها رو پس از شاید نواختن باشه پیش از آن این انتخاب از شما معرفی شما میکنیم و یک سرود را زنده می نوازیم، زنده می خوانیم، البته تقدیم تماشابینان گردانیم برای بالید خاطر آنها. پس از آن صحبت را ما آغاز میکنیم. چی گفتید؟
البته در رفت صحبت یک چیز را گفته گذاشتید، هیجان رو دور میکنیم. بله. آنجا که سرودهای زنده هست و نوازش های زنده هست، با مخلصان در کنسرت ها، در تلویزیون ها روبرو معاشرت می نماییم یا سرود می سراییم، البته هیجان می شود. هیجان همون دمی که از بین می رود، یک یا دو سرود سرایده می شود، بعد هیجان آهسته آهسته روی خودش میگیرد و از سراینده یا از نوازنده دور میشه. البته باور کنید خودش چیزی زنده تماما یک فایز دیگر دارد. البته حاضر با این تماشابینان عزیز ما بها میدهیم، یعنی ما تا کدام درجه خواستیم یک برنامه بسیار هم دلنشین را تقدیمشان گردانیم. پس انتخاب از طرفی ما گردد سرود، تماشای خوب باشد از طرفی تماشابینان ما حرکت میکنیم برای مخلصان، برای بینندگان، از هیجان دورتر رفته، صاف دلانه، با احساسات داده نشده یک سرودی تازه ایجاد از استاد جوریبک مرادوف با نام زبانی نی، شعر آذر و شمایان عزیز تقدیم می‌نماییم. خب سلامت باشید. تماشابینان عزتمند، پیش از آنکه که ما با اهلی البته انسامبل یعنی گروه ما این سرود رو زنده برای شما تقدیم می‌گردانیم، من از تکنیکون پرسان شدنی هستم که آماده هستند. اشاره دارن که هم آماده هستند. پس بیاید نباشد مرحمت، من نوبت رو به شما میدیم، به اهلی گروهتان میدیم. یعنی در یک طرف نشستم با حلاوت، الان یک چی گویم صنعتی والایی شما رو هم تماشا و هم گوش کردنی هستم و به شما موفقیت. تماشابینان عزیز، از نزد آینه نیلگونی خود دور نروید. باید یادداشت کنم که این سرودهایی که عین حال زمزمه میگردد، یعنی سروده میشود، یعنی زنده و با نوازش‌های زنده، یعنی تقدیم شما میگردد. اگر همه آماده باشند مرحمت رسان تماشا میکنیم و بازم از این برنامه حلاوتی دوچار میگیریم. برنامه شام دیار رو تقدیم شما گردانیدیم، آن رو ادامه میبخشیم. با ما بودن رو فراموش نسازید. تو زبانی نی چی دانی، چو بینالد از جدایی، که شب جدا نمانی زی دیاری آشنایی. و شکست و سخنها زی دلی شکست گویم، که دهن جان شیرین و بهای رویایی. تو زبانی نی چی دانی، چو بینالد از جدایی. چشمی خواب دارد نه مجال پرکشایی. تو جمال آفتابی بیفروز تا
جوان شبنمی جان کشد بدی تو زبانی نی چی دانی چو بینالد از جدایی چی ملامتم پیسم دی کسیم روزگارم بیکشم هر بادش مفلی بروشنایی و تبابتی رقیبم چی کند اگر نسازد دلی درد من نیازد و دوایی دلی درد من نیازد و دوایی تو زبانی نی چی دانی چو بینالد از جدایی تو زبانی نی چی دانی چو بینالد از جدایی باور کنید سرداربیکو من تماما خود رو یک چی گویم یک انسانی خوشبخت حس کرده ایستادم که یک خود رو در کاخ رودکی حس کردم و یک آواز زنده یک نوازش زنده یک به انسان تمام حلاوتی دیگر میبخشید است باور کنید لیکن و میخواستم برای نوازنده ها نیز یک جان عرضی سپاس رسانده باشم میگفتید که در نوازشی سنتیزاتور یعنی کلاویش کی هستم معرفی میکردید آقا من نوازنده ها رو ما همشون رو میشناسم و لیکن برای تماشابینان معرفی میکردید خوب میشد. ما با این نوازندگان با این دوستان نزدیک من در یک مؤسسه فعالیت میبریم همشون صاحبی معلومات هستند همشون نوازنده های کسبی هستند در اسباب موسیقی دایره بهزاد جان در کجا حضور میپرسم بهزاد جان خوش آمدید دستی من شما را نیز به استودیو دیار خیر مقدم میگویم. خب در سنتیزاتور باشن بهادر جان که تمام کارهای ما را از نظر میگذرانند خیلی که میگوین ارانجировкаهای سرودهای ما را تشکیل میکنن از دست اون کس میگذرد. خب بهادر جان دوستی عزیز شما را نیز به این استودیو خوش آمدید میگویم دستانتان درد نکند. خب و انا رباب نوازی ما خیلی هم یک رباب نوازی چیره دست ماهر هستند دستی شیرین دارند این فرهاد جانی ما هستند. تمامی سرودهای من نوازش اگر رباب لازم باشد یا تار لازم باشد فرهاد جان دستگیری می نمایند و باز گفته گذشتنم لازم است. حلیم جانکای عزیز ما هستند رباب نواز هم تار نواز اینا اگر کارشان برآمده ماند حلیم جانکا می بیایند یا حلیم جانکا نباشند فرهاد جان با مصلحت همین خیلی میکنن که دلی منو میگیرن منم دلی این های گرفتن میخوام. خب فرهاد جان یارماتov شما را نیز خوش آمدید میگویم به استودیو تشکر
саломат бошед. Айни ҳол бошад навозандаҳои мо низ Беҳзодҷон, Баҳодурҷон ва Фарҳодҷон барои аҳли тамошобинон низ салому паёми худро расонида истоданд. Барои ҳар яки шумо ман чӣ гӯям, барои шумо низ дӯстони ман истироҳати хушу бо фароғатро таманно дорам. Хоб анами суруде ки айни ҳол замзама гардид бисёр як оҳангу як чӣ гӯям суханҳову як мазмуни бисёрам баланд доштааст. Барои чӣ ин суруд махсусан Тори Най чунин ном гирифтааст? Тори Най Тору Най ҳамин як асбоби мусиқии най аст, забони най, яъне ҳар як асбоби мусиқӣ забон дорад. ҳар як асбоби мусиқӣ забон дорад. Мисол ҳамин танбурам забони худаш ҳаст. Доираам, рубобам, ҳар як инструмент гап мезанад бо лаҳни худаш. Ана шоир навистааст забони най, ту забони най чӣ донӣ, чӯ бинолад аз ҷудоӣ. Ана ҳамин мисроҳои устоз Ҷӯрабек Муродов ба як илҳоми баланд оҳанг дароварда, ин ба фикрам солҳои пеш эҷод карда шудагӣ аст. Ба ман хеле писанд омад ва хостам ҳамин сурудро аз худ намоям, аз устод иҷозат гирифта ба мухлисони худ ва ба мухлисони устоз низ тақдим карда бошам гуфта имрӯз мана дар барнома барои илҳо устоди гироми қадри мо низ садсолаҳо умр бинанд. Илҳо овозашон дар тамоми телевизиону радиоҳои ҷумҳурии Тоҷикистон берун аз он танинандоз гардад. Бале. Ва як чизро гуфтани ҳастам ки акоҷони ман биёд анакнун чун мо дар як шоми чӣ гӯям бисёрам пурфайз як шоми хотиримон қарор додем, як суҳбати озодонаву як суҳбати самимиро барпо мекунем. Ва мо бигӯед ки ин соли 2020 бовар кунед ҳамто ки соли 2020 гуфтем ҳама дарвакак бемории пандемияро ковидро дар назар доранд ё ин ки дигар ҳолатҳо. Чиаш ба шумо анами сол хотирмон буд акоҷони ман? Ягон воқеи муҳимро гуфта метавонед шумо ки дар ҳаёти шумо шуд ягон бигзор воқеа бошад ки хандаовар бошадам майляш? Не, хандаоварам ҳаст, лаҳзаҳои ваям ҳасту нисбати солҳои пешин ана ҳамин соли 2020 бисёр эҷодҳои чӣ хел гӯям як ғайриоддӣ шуд дар эҷодиёти ман дар як сол мисол гӯям 2 то ё 3 то суруд эҷод мекардам. ана ҳамин сол баъд аз анҷоми таҳсил карантин додан, таътил додан, таътили тобистоне ки камтар муҳлати дароз гирифт, дар хона нишастему дигар кори кардан нест. Фақат ба даст тор мегиред, танбур мегиред, китоб варақ мезанем, китоб мехонем. Сухантонро гирифтам, дарифтам вақте ки пеш аз баромад камдад ман низ омода шуда омадам, репертуарҳои шуморо гӯш кардам, албатта сурудҳои шуморо гӯш кардам ва вақте ки чанди маротиба ҳолпурсӣ мекардем, доимо дар хонаи шумо як чӣ гӯям овози асбобҳои гуногун низ мебаромад. Бовар кунед лекин доимо занг занам мегуфтед ки Рустамҷон бо ягон эҷод машғул ҳастам, ягон шеъри наз ёфтам, ба оҳанг дароварда истодам ё ин ки дигар. Анакун илҳоми санъаткор дар як муддат намеояд. Дар як муддат намеояд. ҳар хел вақт мебиёд. ҳар мисол мегӯем бо забони русӣ постепенно 11 шаб мебиёд, 12 шаб мебиёд ё саҳар мебиёд, 7 саҳар ё 6 саҳар наҳорӣ. ман ана ҳамон вақтҳои карантин, вақтҳои дар хона нишастам, бисёр шеърҳои замзама кардам, хондам, аз худ кардам, маънии онро хостам омӯзам ва оҳангам бастам. Кам кам бастакориам дар кор будааст.
و سراینده. من بسیار بسته‌کاران که کار میکنم و همون لحظه خواستم خیلی بیکار نشینم، کم کم وقت بیکار نگذاریم، مهنت کنیم. مهنت کردیم. انشاءالله نیت دارم در همین سال 2021 سال آمده ایستاده پیشکشی مخلصان میگردانم، وعده میدهم انا همون سرودهایی که در وقت تعطیل من ایجاد کردم البته روی صحنه خود را میبینم. بگذار باشد. سلامت باشید. تشکرهای زیاد. الهام و ایجادیات شما بسیارتر آید. سرودهای نو و تازه ایجاد و گوش کردنی باب از طرف شما برای مخلصان الهو پیشکش گردد. من برای شما در این جاده موفقیت‌های نظررس را آرزومندم. خب دوستان من ذکر نشده در تن برنامه ما بازم با یک چهره کشادی ادامه گوییم، با یک چهره کشادی، چون هر یک خداوند روز به ما نصیب گردانید اید است، چون هر یک خداوند این لحظه های زندگی را برای ما و شما نصیب گردانید. این خودش الکای چی گویم پیشروی و البته شکرانه از اینجا آرامی دولت ما هست. پس دوستان من از نزد آینی نیلگونی خود دور نروید. برنامه شامی دیار ادامه دارد. رستم جان رستموف هستم همراه سراینده خوش آواز استراده تاجیک سرداربک سالیف که با یک سبک و اسلوب خاصه ما یک برنامه دلنشین را منظور شمایان عزیز گردانیده ایستاده ایم. چی می شود که اکاجان من در آنجا به فکرم نوازنده ها نیست اشاره دارند که باز یگان سرود خوانده باشیم، سرود نواخته باشیم، موسیقی نوازیم، خرسندی کنیم. کدام سرود را این حال تقدیم مخلصان تماشابینان میگردانیم اکاجان من؟ آنجا که سراینده و نوازنده یک جای میشیند فقط خیالش نوازد و سراید. ما برای مخلصان سرود نوبتی شعر میرزا ترسنزاده تا بکی نام دارد. مرحمت تا بکی برای شما. خب سرودی عاشقی است؟ بله. بهترین. بر سرم گرسن گاید دوست می‌دارم تو را، زندگانی تن گاید دوست می‌دارم تو را، گر غم و درد و مزمه در بهاری عاشقی با هزاران رنگ گاید دوست می‌دارم تو را. تو بکی یک سرودی نو و تازه ایجادی سرداربک سالیف برای شما از موج ما طریق زنده زمزمه و نواخته می شود. سراینده ها آماده هستید شما؟ اگر هم شما آماده هستید اکاجانی من؟ آواز ها چی خیلی است؟ خسته نشدن؟ آیسته آیسته کشاده شده رفته. یعنی الهام بیاید یعنی کشاده می شود. خیلی است. بهترین حالا در وقتی رفتی برنامه نگاه میکنیم شاید منم یکون سرود میخونم شاید نگاه میکنیم البته به وقت ساعت. خب مرحمت تماشاگران عزتمندی ما باز یک سرودی زنده تقدیم شما میگردد از سرداربک سالیف. با ما بودن را فراموش نسازید. پنهان کنم در دلی بیچاره را، تا بکی پنهان کنم در دلی بیچاره را، تا بکی از اشکی سوزان تر کنم رخساره را، تا بکی از اشکی سوزان تر کنم رخساره را. از گلیستانی محبت تا رسد بوی
وفا از گلیستانی محبت تا رسد بوی وفا از سری تویش نکندم دیده نظاره را از سری کویش نکندم دیده نظاره را هر کی شد بی بهره از سودای عشقی عاشقان میزند سنگی ملامت عاشقی آواره را در دلی جانم سازد سر آوازی منه آب سازد ناله من گرچه سنگی خارم آب سازد ناله من گرچه سنگی خارم تا بکی پنهان کنم دردی دلی بیچاره را تا بکی پنهان کنم دردی دلی بیچاره را دردی دلی بیچاره را دردی دلی بیچاره را خب دوستان عزتمند برنامه ما ادامه دارد. خواستم یک سوالی دیگر رو پیشنهاد کرده باشم چون گفتیم سالی 2020 برای شما بگذار از جهت ایجادیات سالی با موفقیت بود بگذار در این وضعیت های کم ناگواری که خداوند به اهل دنیا آن رو عطا کرد آن رو پسی سر کردیم کرده ایستادیم البته بگذار دیگر یگان خلق دنیا از آن جمله تاجیکستان عزیزمون یعنی از این بیماری ها نگهبان باشند بیمار نشوند و کنسرت های بسیار باشد و خلق در آنجا اشتراک کنند و طبیع خود را خوش گردانده باشند. اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در هر یک برآمدهای خود قید می نمایند که فرهنگ این هستی ملت است. به فرهنگ یگان جامعه البته هم ساحه اقتصادیات هم اجتماعیات هم سیاست یعنی پیش نمی رود. از این لحاظ ما اهل گروه فرهنگچیان کوشش به خرج می دهیم که البته با ایجادیات و البته با پیش بردن این ساحه یعنی سهم ارزنده خود را گذاشته باشیم و سرداربک سالیف از زمره آن صنعتکار هستند که امروز در پیشرفت ساحه فرهنگ جمهوری تاجیکستان یک کمتر هم باشدم سهم ارزنده خود را گذاشته ایستادم. خب بار دیگر شما را خوش آمدید میگویم و استودیوی دیار و آرزومند آن هستم که لا آوازی انمی شیرینتان هیچگاه خسته نباشد. نوازنده ها دوستای عزیزی من شما نیز مانده نشدید. سلامت باشید. تشکر زیاد. خب من میخواستم اکاجان عزیزی من یک سوالی پیشنهاد کرده باشم به ما بگویید که خیر در هر یک برآمدهای زیاد شما در تلویزیون های گوناگون در سال گذشته نیز در استودیو دیار برآمد کرده بودید در حق استادا سخن کرده بودیم البته در ایجادیاتتان خلاص که در حیات فعالیتتان ما بسیار سخنها کرده بودیم تماشابینان عزیزمان نیز آن را خوب میدانند. من خواستم امروز کمتر سوال های دیگرگونی ها را برای شما پیشنهاد کرده باشم. اگر که من تیار باشم شما هم وقت آماده هستید باور کنید. با ما بگویید که در یک علمین کنسرت ها ما شما که وام میخوریم البته
در توی معرکه ها میخوریم به ما بگویید که همین برآمدی شما در صحنه توی معرکه ها آسان‌تر است، یعنی یگانش آسان نیست و این خود را آزادتر حس میکنید یا اینکه در صحنه کنسرت؟ گفتم که سوالی اگر من برای چی این سوال دادم؟ سوالی اگر چی گویم همین روی میافتاند سوالتون. بله. نه حرکت میکنم لیکن چیست حرکت میکنم کشادتر روشنتر جواب دادم به این فکر شخصی من. بله. من فکر دیگر صنعتکارای رد کردنی نیستم. و عزت نفس یک کس رسیدن نمیخواهم. بله. البته این کنسرت یک برنامه کنسرتی معین دارد. بله. مثلا کنسرتی صحباتی میکنیم از 18 تا 20-22 سرود ما آماده میسازیم. کنسرت هم خیلی آوره خودش دارد. بعضی کس سخت نگاه کنه میشینن، بعضی کس چهره گشاد کردی با شما معاشرت میکنه. بعضی نفر الهام میبخشد. سرود اگر زنده باشد الهامی سراینده میبیاده یک چیزهای نو پیدا میکنه. خرسک میشن، تبسم میکنن، همراهتون زمزمه میکنن. باز یگان سرودی اگر خیلی میگویم اوجدار باشد سرود سر میکنید هم با آرامی گوش کردی استادیم جای اوجش با اون دیگه یک قرصک میشد. انا همون قرصک الهام میبخشد. حافظ این هم یک مکتبی خودش داره. نسبتی کنسرت توی معرکه کمتر آزادتر و هم دشواری خودش داره. یگان بار شده است کجا نیمان یگان بار شده است که سرود خواند و تا قدر ما یگان نفر به رقص نبر آمدن میشد. راستش گوید لیکن شدگی است بسیار نیم یک دو بار هم خیلی حالت شد. الان چرا از این وضعیت بر آمدید بعد؟ اگر ما خرجند مایه گیریم ما سبک اسلوبی معرکه میدونیم یا همین گرد و اطرافی همین شهر مایه. مثلا نگاه سراینده یکم بار دیگر منطقه میرد چه که میگن زبانی همون منطقه نمیدونیم کن. بله. سرود میخونید یکم نفر نمیخیزد از جوش رقص نمیکنه تا دمی که سرودی دلخواستی آنها را یافتن. البته انا همون وقت با صنعتکار 2 تا سرود میخواند 3 تا سرود میخواند 4 تا یا 10 تا میشدگیش میشه. یعنی صنعتکار پسیخولوگ هم باید که شما. البته انا همون لحظه من تکیه بر سرودهای استادان میکنم. اما میگویم که شلگر سرودهایی که مشهور تا حاضر مثال سرودی استاد شما میدانید که محمد جان مویدین دلربا مرحبا یا سرودهای جان داده رکن. بله. سرودهای قرقلر لزگی. لزگی بله. از همین چیز ما معین کرده میگیریم که پوبلیک چی میخواد. نسبتی کنسرت توی آسانتر و توی هم دشواری خودش داره. البته سلامت باشید. بگذار هم کنسرت و هم در صحنه توی معرکه‌ای که در خدمت مردم میگردید خداوند برای شما هم زبانی گویا هم داده باشد. بگذار هر یک معرکه با شما خوب گذرد. لیکن کدام معرکه همراه فرامده مکا جان من این در نظرتون خیلی تعریف نیبود لیکن درجه عالی میگذرد. شما همین خیلی دلی مردم میابید که من حیران میشم که سردار بیرکو چخیل کردن که صحنه پر شد. سلامت باشید. این همش از احترام مخلصان، از احترام انا همون نوازنده هایی که به مردم خدمت کرده استادن. من امروز خیلی که با همراه من نوازنده ها دیگه هستند. اگر نوازنده با دل گشاد
ана ҳамон асбоб мусиқиашро нанавозад ё сароянда бо дили кушод суруди замзама накунад, мардуми мо ҳушёр ҳастанд. аз ҳамон аю бейтон аллакай фаҳмида мегиранд. бале акоҷони ман анамин бисёр мехоҳам ман ҳам суруд сароям, лекин бовар кунед осон барӣ менамояду суруд хонем, лекин вақте ки як суруд мехонед бо як сабту услуби худаш ҳамин қадар мушкилиҳои зиёдро талаб мекардааст. албатта ҳозир имконият ҳаст ягон шумо навозеду ман ягон суруд хонам масалан, ин ки камтар тановоро медонам як мисраашро. Хуб шудааст. Медонам мушкил асту, лекин бо якта ҳофиз зиёд мешудааст. нон инту нашавад гӯед. бигзор шавад, бигзор. бале аз куҷоя сар мекунам шумо? надонам, ман сар кунам, шумо давом метед ё шумо сар кунед? бету танҳоӣ кашидам. بتو تنهایی کشیدم دردی من بالا گرفت تنهایی کشیدم دردی من بالا گرفت دید رنگی من طبیب بود در بری من جا گرفت ای دوست یاره تماشا خود خونید. یاری بی پروای من خبرداری نکرد، یاری بی پروای من خبرداری نکرد. گرچه دودی آهی آتش باری من دنیا گیری دوست یارم، از شکوفتن های گل ها باغ ها گلگون شده دوست یارم. آفرین، احسان با شما، سلامت باشید. باور کنید قریب در اونجا بهادر جان اشاره کرده که ما نیز همراه شویم یا اینکه نه؟ سلامت باشید. شما سرود خواندید الهامی من آمد. نه باور کنید من راستی یک بار شما شناسیم. سرود خواندید نه؟ بینا قریب خودتون بزرگ داشتید خاندتون اومدی که مالدیت. آسان نیست که نکوجان من باور کنید همین پنج چون برابر نیست. سرایان ها بگذار سرایانده خودشان نکنن، راوی ها راویگی خودشان نکنن، بعضی گپا که نوازنده ها نوازندگی خود را کنن، تکنیکا تکنیکی خودشان به سر ببرن. دیگه هر کس کاری کنه. هر کس کاری خودش به. البته چی میگوین سرور و سرداری همین کسب خود است. الها برای هر یک آنمون نفرانی که امروز با کسب و کاری گوناگون مشغول هستند ما برایشان موفقیت را تمنا کرده باشیم. به فکر همه تماشابینا انیال باز یک انتظار هستند که طریق زنده با البته اشتراکی نوازنده ها باز یک سرود زمزمه کرده باشیم. کدام سرود میخوانید اکاجان من؟ بیاید خودتان خودی حاضر یک سرود انتخاب کنید و البته نوازنده ها نیست، البته این سرود به یار گردن. من از جوانیم بسیار یک سرود را دوست می داشتم. سرود از استاد جلویگ نبیف توی مادر شعری لایق شعری بهترین. فکر میکنم این سرود تمامی مادران این سرود رو تمامی مادران دوست می‌دارند، تمامی مردمی عزیزمان دوست می‌دارند، چون که شعر آهنگ جای خود را یافتگی است. من برای بینندگان، برای مخلصان حرکت میکنم
ана ҳамун сурудро сароида احسن و شما агар ки ҳамун нуқтае ки устоз хондагӣ буданд каме ҳам агар нарасида бошад барои камбудиҳош узр мепурсанд. بهترین احسن و شما салом. حاضر دیلی به فکرم باز درد دیلی تماشابین رو دریافت کرده توانستید چون در هر یک برنامه‌ای که ما با پخش مستقیمی تلفنی می‌بردیم دویمو درخواست میکردن سردی مادر زمزمه کنید سردی مادر و آنی حال من در خاطرم هم نبود باور کنید که شما چنین یک کمپوزیسیون حاضر انتخاب میکنید که یعنی اون معقولی یعنی پسندی تماشابینان گردیده باشد. آفرین. من خود نیز سرودهای مادر دارم از ایجادات خودم دارم. سرودهایی که من ایجاد کردم من بسیار در برنامه‌ها سراییدم و از طرف مخلصان نیز تکلیف‌ها شد در معرکه‌ها ان همین سرود را می‌خواستیم می‌سراییدیم گفتنی گپ‌ها بسیار شنیدم. گفتم که از کودکیم من این سرود دوست می‌دارم. احسن. من جای خودش را یافته است. گفته فکر میکنم من امروز روی تلویزیون است من امروز بینندگانی ما آگاه میشوند گوش میکنند باز یک بار دیگر اگر خطاگی باشد عذری من. در واقع انسانی خاکسار هستید. تماشابینان عزیزی ما باید نباشد همراه همه یک جای سردی مادر را تماشا میکنیم از استاد جوربک نبیف در اجرای سرانده خوشاواز ما. مهمانی امروز استودیوی ما سردار بکسالیف. پس از اون برنامه رو باز هم ادامه بخشیم. بفکرم در آنجا نوازنده چرا اشاره دارم به شما از کدام نوتا آواز میکنیم مفتی ایستادن بفکرم یا اینکه خودتون اوکی ما اشاره فهمیده ایستاده ما کمتر آمادگی دیدگی هستیم حاضر جای خودشی میگیرن. خب نباید رو به شما دیم مرحبا سلامت باشید. مرحبا دوستان عزتمندی ما همه یک جای بازم سرودی زنده موسیقی زنده منظور شما میکردانیم. پس از اون برنامه رو ادامه بخشیم. با ما بودن رو فراموش نسازید. زمین و آسمانی من توی مادر جهانی بیکرانی من توی مادر در این دنیا که بی رحمی و بی میریست بنیادش یگانه مهربانی من توی مادر یگانه مهربانی من توی
کند نور میبارد بر روی زندگانیم چراغی دودمانی من توی مادر چراغی دودمانی من توی مادر زبانی مردمی آموختی نه درسی صرف و نحو همون سادی زبانی من توی مادر اولینی من سرودی آخرینی من سرودی جاودانی من توی مادر جاودانی من توی مادر توی مادر در عالم مقدستر از این موجودات نیست. عزیزتر و مهربانتر و پاکیزه‌تر از آن شخص نیست. اگر خداوند و مادر دوباره جان بخشد، محض مادر آن را پاینده گردانیده و فرزند خود دوباره جان میبخشیده است. محض به طفل جانکایهای به حساب مادر ما به دنیا آمده آدم نام گرفته ایم. صد جان و دل فدای یک مدعای مادر، فتح و کشایش آرد دست دعای مادر. اکای سردار بیگ الهی آباسان خسته نباشد. اکا جان من بگذار در از سخن شما با تمام مادران دنیا من خوشی های زندگی را میخواهم. مادران عزتمندی الهی سلامت باشید. من از فرصتی مناسب استفاده کرده و مادر جان عزیزم رضا موجوده خان عمری دراز میخواهم. مادر جان من شما رو بسیار دوست میدارم. بعد از شنیدن همین سرودی زنده با آواز، زنده با نوازش، زنده الکه من شما رو یاد کردم مادر جان عزیزم و شما سلام میرسانم. سالی
نو بیگزار 2021 برای هر یکی ما و شما مادران عزتمند سالی مبارک باشه، چون همه روز دستانی دعا میکشید تا اینکه خداوند هر یکی ما و شما رو در این روزا نگهبان باشد. دستانی دعای مادر البته دائما برای هر یک انسان کشایشی کار و کشایش در زندگی میبخشد. خب اکا جان عزیز، من در اینجا الکای یک چند لحظه صحبت کردیم تا سحر صحبت کنیم که سخنی ما و شما بله با آخر نمیرسد، کم است. البته من میخواستم در آخری همین صحبتمون یک نقشه شما را در سال 2021 شنیده باشم، به شنوندگان تماشابینان رسانیده باشیم و یک تمنیات نیکی شما برای آن نفرانی که عین حال ما و شما را تماشا دارند. مرحمت اکا جان من. تمنیات من برای ملت زحمتکشی تاجیک عزیزم همین است که هیچگاه خستگی رو نبینن، بله. هیچگاه رو افتادگی رو نبینن، همه وقت روزاشون خرسند خوش تباشون بالیده باشد. انا این روزهای سخت گویمم بله. می ارزد، چون که بسیاری چیزها محدود شده ماند. انا همون محدود شدگی چیزهایی که امسال سال 2020 شدگی کارها باز جای خود را یابد و کشاده گردد. نیت صنعتکار همین است که همه وقت در روزگار تمامی مردمی عزیزمون خرسندی باشد، روزهای فراموش نشونده باشد. در روزهای خرسندی همه وقت در بری آنها ایستاده خدمت کردن نصیب کند، گفته نیت میکند. ما صنعتکاران نیست نیت میکنیم سال 2021 یک سال شود که فراموش نشونده شود. انا همین 2020 نشدگی کارما در عمل پیشد، سال نو جامعه عمل پیشد. آن سرودهایی که آن کلیپ ترانه هایی که آن کنسرت هایی که ما وعده کرده استادیم جامعه عمل پیشد و روی صحنه را بیند و مخلصان عزیز پیشکش کرده باشیم. همه وقت صحت سلامت باشند. در صحت سلامتی دیگر همه کارها برای خودش میگذرد. البته سلامت باشید. و چون فرمودن وقتی که تن صحت شد خداوند البته رزق رو برای هر یک انسان عطا می‌نماید. بله البته. و ما نیز در سرود نوبتی یک سرود رو انتخاب کردیم که حاضرم در دوره‌های گذشته هم مردمی تاجیکستانی عزیز هم مردمی ازبکستان دوست می‌دارند، تا حال جای خودش گم نکرده است. بازم انا این دوستی دو ملت مستحکم شده ایستاده است. من خواستم سرود نوبتی را با زبان ازبکی سرایده باشم. بهترین یکی از سرودهایی که معروف ترین ملت ازبک چی نام دارد؟ سرودی مستهزا. بله فهمیدم. حرکت میکنیم از همون سروده های استادان بیرون نبرآمده، حرکت میکنیم به مخلصان تقدیم کرده باشیم. در روز خرسندی انا همین روزی که ما امروز با شما با نوازندگان خدمت کرده استادیم بگذارم در خانه باشنم رقص کنم خرسندی کنم. بله. در طبیات هم در طبیبان هم میگویند که سرود به انسان دوام میبخشد. البته رقص بازم دوام میبخشد. رقص کنید دوستان عزیز، خرسندی کنید در روزی خرسندی. سلامت باشید. اکا جان من در فرجام برنامه یک بار سرود که جنبش کنیم نباشد برنامه را. من نیز پیش از همه شخصا از نام خودم، از نام اهل کارمندان تلویزیونی دیار، از نام دیرکتور شرکتمون بهرام جان نعمتov برای شما تنصیحاتی خانوادگی خوشی زندگی را خواهانم. آواز شیرینتان خسته نباشد. بگذار سال 2021 سالی با موفقیت در ایجادیات شما باشد و در هر یک خانواده تاجیک بیرون از آن همین آواز شیرین شما بگذار تنین انداز گردد.
برای شما نیز این روز این شام پروفایز مبارک باشد. درختان برای من خاطرمند شد و تماشابینان عزتمند باری دیگر یادرس کردنی هستیم که در طول یک چند انمین لحظه های خوش زندگی همصحبت بودیم با یک از صنعتکار شناخته استراده تاجیک سردار بیگ سالیف که سردا زنده با نوازش های زنده تقدیم شما گردانیده شد. تا این دم با شما بودم من رستم جان رستم راوی برنامه و اهل کارمندان تکنیکایی که امروز من نواربرداران گوییم اگر زحمت کشیدن من از نام آنها برای اهل اویلشون البته سال نو میلادی را تبریک و تهنیت میگویم. برای هر یک شما استراحتی خوش و با فراغت را تمنا دارم و برنامه های دیگری تلویزیونی دیار باز هم ادامه دارد و برنامه ما را جنبست میکند یک سرودی بسیار هم دلنشین از طرف مهمانی برنامه ما. اکا جان باری دیگر خوش آمده به برنامه شام دیار. سر بلند و خاناباد باشید. با ما بودن را فراموش نکنید. از خاطر فراموش نشود فرهاد جان برای شما، بهادر جان و بهزاد جان برای شما نیز عرض سپاس میکنیم که امروز وقتی خود را دریغ نداشته در این عرفه در این یک شام وقتی قیمتی خود را دریغ نداشته آمده خدمت کردید. بگذار دستان شما هم در نکند و همه آرزوهای نیکی شما در این سال 2021 عملی گردیده باشد. آماده هستید دوستان من؟ پس مرحمت نوبت به شما داده می شود. با همین جا باشد ما با شما خیر خوش میکنیم. خیر دوستان من، سربلند و خاناباد باشید. جهان ملک ده پیدای شوخ پریزاد حسنی گلی تابود جهان ملک ده پیدای شوخ پریزاد سالدی ان عشقی başıma külfet sevda qılgıllanga imdad bilmem nesfet adam idin naz fenide ey kuzlar şala Qilding man bir bosh ila husniga shaydo jilva qilib janob Qilding man bir bosh ila husniga shaydo jilva qilib janob Yarim amanen ham zerre hem aman Man birle kaçan ting oluruz içre cihanda Mecnun ile Ferhan Man birle kaçan ting oluruz içre cihanda Mecnun ile Ferhan rahmeyle bunu dilber berna kılgıllanı abad Çakar gam hecrinde kaçan bulsa giriftar İşk içre bilaşek derdiğe ani şehdile bin kıldım deva İkameti şamşan Çakar gam hecrinde kaçan bulsa giriftar İşk içre bilaşek در دیغ انی شهد لبین خلدم دوا اقامتی شمشان